یه مثال دیگه رو با هم حل میکنیم که باز هم راجع به مفهوم کاره. تو این مثال سوال اینه که یه سیلندری داریم، حالا به صورت پیستونیه، حجم اولیه‌اش 14 صدم متر مکعبه، فشارش 500 کیلو پاسکاله. یادتون نره وقتی فشار 500 کیلو پاسکال بود باید به پاسکال تبدیل کنید، چون فشار پاسکال ضرب در متر مکعب، فشار ضرب در حجمی که متر مکعب باشه جواب به صورت ژول به دست میاد. خب فشار 500 کیلو پاسکاله، هر کیلو پاسکال هم 1000 پاسکاله دیگه. این گاز طبق این معادله رابطه بین فشار حجم داده، فشار میشه 700 تا منهای 1394 ضرب در حجم. تقریبا شبیه به سوال قبلیه. گفته وقتی حجم به 42 صدم متر مکعب، فشارم از 500 میرسه به 100، یعنی فشار 1/5 شده، حجمم زیاد شده. پس یه فرایندی داریم که کاهش فشار همراه با افزایش حجم داشتیم. یعنی یه همچین نموداری داره بچه‌ها. اگه نمودار پی وی رو رسم بکنیم، حالت اول فشار خیلی زیاده، حجم کمه. اینجاست نکن فشار 500، حجم خیلی کمه. فشار 500 کیلو پاسکال، حجم 14 صدم. در حالت نهایی فشار میشه 100، مثلا میاد اینجا، این فرض کنید 100، حجم میره 42، یعنی مثلا میشه اون حدودا اینجا مثلا 42 صدم. خب حالا اینکه چه جوری کم شده، مثلا میتونه اینجوری کم شده باشه، میتونه اینجوری کم شده، دیگه جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی نقطه شروع اینجاست، نقطه انتها اینجاست در نمودار پی وی. گفته چنانچه کار واقعی 60.7 کیلوژول باشد، کار هدر رفته چقدر؟ ببین بچه‌ها، انتگرال پی دی وی به شما اون کار حداکثر رو میده، کاری که فرض میکنیم کامل انجام شده، فرض میکنیم کار هدر رفته ای ندارید، لاست ورک ندارید، کل کار میشه این کل کاره. بعد به شما گفته کار واقعی 60.7 کیلوژول. خب اگر کل کار رو به دست بیاری، ازش کار واقعی رو کم بکنیم، اون اختلافش میشه لاست ورک، یا کاری که هدر رفته، یا انرژی که هدر رفته. پس ما اینجا اطلاعاتمون رو وارد میکنیم. خب اطلاعات اینه: فشار اولیه 500، حجم اولیه 14 صدم. پس حجم اولیه بچه‌ها 14 صدم متر مکعب، فشار اولیه 500 کیلو پاسکال. خب فشار ثانویه 100، حجم ثانویه 42 صدم، یعنی حجم ثانویه شده به جای 14 شده 42 صدم متر مکعب، حجم زیاد شده، فشار از 500 شده 100 کیلو پاسکال. خب سوال اینه رابطه بین فشار و حجم میشه 700 منهای 1394 وی، یعنی فشار میشه 700 منهای 1394 ضرب در حجم. اینو خود مسئله به شما داده، رابطه بین فشار و حجم. خب سوال اینه اگر کار واقعی 60.7 کیلوژول باشه، یعنی کار واقعی به صورت ریل من می نویسم، یا واقعی 60.7 کیلوژول باشد، سوال اینه که کار لاست ورک چقدر؟ کار لاست ورک یا کار هدر رفته این چقدر؟ بچه‌ها کار هدر رفته همیشه میشه کل کار که همون انتگرال پی دی ویه. پس کل کار این میشه منهای کار واقعی، اختلاف این دوتایی که دورشون خط میکشم به شما چی رو میده بچه‌ها؟ لاست ورک. اینی که الان ستاره دورش خط کشیدم. پس کاری که انجام میدیم کافیه این کل کار رو به دست بیاریم، از عدد 60.7 کم بکنیم. انتگرال پی دی وی گفتیم اگه میخواید این رو حل بکنید باید این فشار و حجم هم جنس باشن، که اتفاقا تو مسئله اینو داده خیلی راحت. کار میشه چی؟ انتگرال فشار رابطش با حجم چیه؟ 700 منهای 1394 ضرب در حجم ضرب در دی وی. خوی انتگرال خیلی ساده است. انگار 700 منهای 1394 تا x میخواید حل بکنید.
فقط یادم نره چون دیفرانسیل حجمه از حجم اولیه تا حجم نهایی. حجم اولیه چنده بچه‌ها؟ اگه یادتون باشه اگر اشتباه نکنم 14 صدم بود. حجم ثانویه چند بود؟ اگر اشتباه نکنم 42 صدم بود. یه بار نگاه کنیم 14 صدم و 42 صدم. 42 صدم. خب این انتگرال رو خیلی راحت حل می‌کنیم. اون فشار 500 و 100 هم که به ما داده اطلاعات اضافیه. خب انتگرال 700 چی میشه بچه‌ها؟ میشه 700 x یا اینجا میشه 700 v. 1394 v میشه چی؟ منهای 1394 v2 دوم. انتگرال این خیلی راحت میشه کل کار از 14 صدم تا 42 صدم تمام شد. میشه چی؟ 700 یه بار به جا اون v مینویسی 42 صدم منهای بازی کوچیک 14 صدم منهای 1394 تقسیم بر 2 v2 یعنی 42 صدم به توان 2 منهای v1 14 صدم به توان 2. اینو با ماشین حساب کنید. هر عددی که شد بچه‌ها از این 60 + 7 کمش میکنی. اختلاف این دوتا به شما چی رو میده بچه‌ها؟ کار تلف شده. فقط باید به واحدها هم نگاه بکنید. حالا برگردیم به مسئله. واحدی که تو مسئله داده این کیلو، اینجا نگاه کنید همینه 700 v 1394 تقسیم بر 2 v2 دوم. اینم واحدش کیلوژوله بچه‌ها. دقیقاً همین که الان گفتم. به جای این v می‌نویسید 42 صدم منهای 14 صدم به جا v2 به توان 2 هم می‌نویسید 42 صدم به توان 2 منهای 14 صدم به توان میشه 86 ممیز 71. این 86 ممیز 71 رو اگر از کار واقعی کم بکنید این میشه اندازه کار تلف شده. بچه اگر صدای من رو کسی بود صدای من رو واضح بشنوه؟ خب ببینم مشکل از سامانه است، مشکل از اینترنت منه. اینترنت من که ظاهرا مشکلی نداره. بچه متوجه شدین چی درس دادم؟ اگه متوجه شدین صدا چجوری بود لطفا بنویسید اینجا تایپ کن وضعیت صدا چجوریه. خب نوشین سامانه است. خب نمیدونم واقعا باید چیکار بکنم، ولی خب من براتون فیلم ها رو ضبط میکنم بچه ها. حتما حالا اگه شده یه کانالی تو ایتا نمیدونم بله یه جایی درست کردم فیلم ها به دستتون میرسونم. اگه هم که اینترنت وصل شد خب جای دیگه هم براتون آپلود میکنم. سعی کنید خودتون بخونید، نگران نباشید. من تا بعد عید تا 13 به در ببینم حالا انشالله اوضاع بهتر بشه. اگه هم اوضاع نشد همینجوری بود من یه راه حلی واسهتون پیدا میکنم، ولی شما خودتون بخونید حتما. خب این مثال هم حل کردیم بچه‌ها. میریم وارد فصل بعد میشیم. قانون اول ترمودینامیک. توضیحاتی که میخوام بدم راجع به فصل اول، این فصل در واقع مربوط به اسلاید 36 هستش، 37 38 و حالا این توضیحاتی که میدم بچه‌ها بعدش حالا یه مثال با هم حل میکنیم. میخوایم راجع به در واقع قانون بقای انرژی صحبت بکنیم یا همون قانون اول ترمودینامیک. ببین بچه‌ها در فصل اول خب یه مقدماتی بود. فصل دوم راجع به قانون اول ترمودینامیک. در قانون اول ترمودینامیک بچه‌ها ما راجع به پایستگی انرژی میخوایم صحبت بکنیم یا اصل بقای انرژی، که این درس شما این قانون شاید شما تو درس موازنه هم خوندید. شما موازنه جرم و انرژی میخونید دیگه تو درس محاسبات، نمیدونم حالا بهش میگم موازنه محاسبات جرم و انرژی، همچین عنوانی داره با دکتر حسن‌وند داشتید احتمالاً. ببینید بچه‌ها اصل
بقای انرژی خیلی ساده میگه انرژی نه به وجود میاد نمیشه نابودش کرد، فقط میشه فرم انرژی رو تغییر داد. اون فرم هایی از انرژی که شما تو درس ترمودینامیک بیشتر باش سر و کار دارید به عنوان مهندس شیمی و پلیمر، عمدتاً انرژی درونیه، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشیه و حالا گرما و کار. اینا بود که تو فصل قبلی من توضیح دادم. میگه که قانون اول اینو میگه شما میتونید گرما و کار از جنس انرژی، این خیلی مهمه، نکته اول. نکته دوم، گرما و کار رو میتونید به انرژی درونی، انرژی جنبشی یا انرژی پتانسیل هم تبدیل بکنید. یعنی در واقع میخواد این رو بگه اگر شما یه سیستمی داشته باشید این شکلی باشه، فرض کنید یه سیستمی دارید این شکلیه. حالا این سیستم میتونه اتاق باشه، میتونه یه لیوان آب باشه، میتونه یک راکتور هسته‌ای باشه، هر چیزی میتونه باشه. اگه فرض کنید حالت اول، این توضیحاتی که دارم میدم بچه‌ها مهمه، تمام توضیحاتی که میدم سیستم بسته است فعلا. پس هر چی دارم راجع به قانون اول ترمودینامیک میگم برای سیستمیه که سیستم بسته است، یعنی تبادل جرم با محیط نداره. پس این محیطه، این هم سیستم شماست. خب پس برای یه سیستم بسته قانون اول ترمودینامیک این شکلی میگه گرما و کار رو که به فرم انرژی شما میتونید در این سیستم به صورت انرژی درونی، به صورت انرژی جنبشی و یا انرژی پتانسیل درش بیارید. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی من مثلا اگه این فرض کنید یه آب گرم کنی، البته آب گرم کنی میشه سیستم باز، فرض کنید هوای اتاق شماست که بسته است. این هوای اتاق رو شما اگر مثلا گرمش بکنید، یعنی شما بهش گرما بدید از مرز بیرون، یعنی یه سیستم گرماشی توش بذارید از بیرون بهش گرما بدید، این چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ هوای اتاق شما گرم میشه. در واقع تو ترمودینامیک این شکلی شده، شما به سیستم گرما دادید، این گرما باعث شده دمای اتاق گرم بشه، پس انرژی درونیش رفته بالا. در واقع اتفاقی که افتاده اینه. یه وقتی بچه‌ها شما ممکنه یه سیستم اینجا کار داشته، شما به سیستم کار بدید. حتی این کار هم میتونه مثلا شما به یه سیستم کار میدید و این سیستم تکون میخوره. در واقع این تو ترمودینامیک این شکلی شده، شما کار رو به انرژی جنبشی تبدیل کردید، یعنی کار دادید اون جسم حرکت کرده. ممکنه به سیستم گرما و کار بدید باعث بشه این سیستم ارتفاعش تغییر کنه، یعنی نسبت به سطح زمین بالا پایین بره، پس انرژی پتانسیلش تغییر کرده. پس به طور کلی قانون اول ترمودینامیک برای سیستم بسته، تاکید میکنم این جلسه و حتی جلسه بعد هر موقع میگم قانون اول ترمودینامیک یعنی برای سیستم بسته، یعنی ورود خروج در سیستم نداری، سیستم باز یا حجم کنترل نیست، چیزایی که تو جلسات قبلی گفتم اگه یادتون باشه. پس قانون اول ترمودینامیک برای سیستم بسته بچه فرم های مختلفی داره. فرم دیفرانسیلیش اینه، میگه تغییر جزئی از گرما و تغییر جزئی از کار وقتی به سیستم میدی میتونه تغییر جزئی از انرژی درونی، تغییر جزئی از انرژی جنبشی و باعث تغییر جزئی از انرژی پتانسیل بشه. که اگه فرم انتگرالیش رو بنویسید این فرم دیفرانسیلیشه. فرم انتگرالی یعنی فرم از دیفرانسیل خارجش بکنیم میشه کل گرما منهای کل کار میشه کل انرژی درونی به اضافه کل انرژی جنبشی به اضافه کل انرژی پتانسیل. دقت کنید انرژی درونی، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل چون اینا تابع حالتاً با دلتا نشون داده میشه، کار و گرما چون تابع حالت نیستن، تابع مسیرن، انتگرالشون میشه یک عدد. قبلا گفتم اگه یادتون باشه انتگرال مثلا یک کار میشه کل کار، اما انتگرال مثلا انرژی درونی چون تابع حالته میشه دلتا یو. دلتا یو یعنی چی؟ انرژی انتهای مسیر منهای انرژی ابتدای مسیر، یعنی مسیر مهم نیست، فقط کافی انتها رو منهای ابتدا بکنید. اما وقتی میخواید برای کار انتگرال بگیرید انتها ابتدا مهم نیست، باید ببینید از چه مسیری طی شده، حالا اون مسیر رو باید بدونید و انتگرالش رو حساب بکنید.
اینها قبلا گفتم تابع حالت و تابع مسیر جلسه اول و دوم. اگر صحبت‌های من رو متوجه نمیشید حتما اونها رو نخوندید. خب اینا رو پاک میکنیم. خب پس این فرم دیفرانسیلیشه. فرم کلیش رو یه بار دیگه می‌نویسم. میشه کیو منهای دبلیو میشه تغییرات انرژی درونی به اضافه تغییرات انرژی جنبشی به اضافه تغییرات انرژی پتانسیل. بچه ها انرژی جنبشی همون 1/2 mv2، انرژی پتانسیل هم همون mgh یا mgz دبیرستانه. اگر جسم شما دقت کنید جسم شما ساکن باشه، تکون نخوره، سیستم بسته، یعنی این ترم چی میشه بچه ها؟ این ترم صفر میشه. چون اگر جسم ساکن باشه، مثل هوای اتاق شما که اتاق شما ثابته، تکون نمیخوره، یا یه لیوان آبی که داخلشه سرعت نداره. پس برای این سیستم هایی که ساکنه، از بیرون نگاش میکنی ساکنه، بچه این ترم نداریم، این ترم صفر. اگه از بیرون نگاش میکنی بچه سیستم شما به سمت بالا پایین حرکت نمیکنه، یعنی ارتفاعش نسبت زمین تکون نمیخوره. فرض کنید لیوان آبی که روی میز ثابته، اتاق شما که ثابته، اینها هم تغییرات انرژی پتانسیلشون صفره. پس برای بسیاری از سیستم ها بچه‌ها تغییرات پتانسیل و جنبشی این دوتا بچه‌ها برای بسیاری از سیستم ها صفره. برای چه سیستم هایی؟ سیستم هایی که سرعت ندارن، از بیرون نگاش میکنی اون جسم ساکنه، و سیستم هایی که ارتفاعش نسبت به سطح زمین اگر تغییر نکنه این دوتا صفره. پس قانون اول برای سیستم های بسته معمولا اینی که دورش خط میکشم، اما کاملش اینه اون دوتا ترم هم باشه. پس برای یک سیستم بسته جمع‌بندی: اگر سیستم بسته باشه قانون اول ترمودینامیک معمولا این شکلی میشه: تغییر انرژی درونی میشه مقدار کوچیکی گرما منهای مقدار کوچیکی کار. در واقع قانون اول بچه این شکلیه: تغییر انرژی سیستم میشه کل گرما منهای کل کار. حالا انرژی سیستم بچه ها منظورمون چیه؟ وقتی میگیم انرژی سیستم یادمون نره منظورمون انرژی درونیه به اضافه انرژی جنبشیه به اضافه انرژی پتانسیل که گفتم معمولا این دوتا چیه بچه ها؟ این دوتا معمولا صفره. پس ما خیلی وقتا به جای تغییر انرژی میتونیم بنویسیم همون تغییر انرژی درونی که این بالا نوشتم و این دوتا رو صرف نظر. اما اگر سیستم شما از بیرون نگاش میکنی حرکت میکنه، اگر از بیرون نگاش میکنید نسبت به سطح زمین بالا پایین میره، یعنی تغییر ارتفاع داره، پس اینا صفر نیستن. اگه صحبتهای من رو فهمیدین بچه ها عدد 1 رو بفرستین. حالا نمیدونم صدا چطوری هستش. این تعریف قانون اول ترمودینامیک هستش، حالا هم فرم دیفرانسیلیش هم فرم کلیش. یه فیدبک به صدا به من بدید ببینم باز اوضاع صدا چطوری، همچنان افتضاحه یا باز حالا بهتره؟ خب بچه این توضیحاتی که دادم بهتون لطفا از صدا هم به من ببینیم چطوری. این توضیحاتی که من به خدمتتون گفتم اسلاید 36 بود، اسلاید 37 بود، اسلاید 38 بود. این توضیحات رو دادم خدمتتون. حالا بریم اسلاید 39 یه مثال با هم بخونیم ببینیم چطوری هستش. صدا بچه به من بگید ببینم چطوری هستش لطفا. برام تایپ کنید ببینم اوضاع صدا چطوریه. خب مرسی، پس همچنان اوضاع جالب نیست. حالا ببینیم چی میشه. متشکرم بچه‌ها که می‌نویسید. حالا انشاءالله حتما فیلم ها رو به دستتون میرسونم تا بعد توکل بر خدا ببینم چی میشه. ببین بچه ها یه مثال داریم، یه مثال رو حل بکنیم راجع به همین توضیحاتی که دادم.
مثال اینه، میگه که یه مخزن داریم کار مصرفی. اگه یادتون باشه بچه‌ها، وقتی داشتم مفهوم کار رو میگفتم جلسات قبل، گفتم کار مصرفی یا کار انقباضی. انقباضی بچه‌ها کار منفیه، اما کار انبساطی یعنی سیستم حجمش زیاد بشه، یا کار تولیدی مثبت. بچه اینو قبلا بهتون گفتم، اینو یادتون باش. حالا بریم سراغ این مثال. گفته کار مصرفی، پس چون مصرفیه پس کار میشه منفی 50-90 کیلوژول. چون مصرفیه 50-90 رو به صورت منفی می‌نویسید. یادتون بود در مورد حرارت چی گفتم؟ حرارت هم گفتم اگر زمانی مثبته که حرارت ورودی باشه، یعنی وارد به سیستم بشه. اگه حرارت از سیستم خارج بشه علامتش چی میشه؟ منفی. اینو یادتون. حرارت منتقل شده از مخزن، یعنی از مخزن به محیط. پس حرارت از سیستم خارج شده، پس کیو میشه چی؟ این کار بود. کیو میشه چون از سیستم خارج شده میشه منفی 1500 کیلوژول. گفته انرژی درونی چقدره؟ مگه نگفتیم کیو منهای دبلیو برای سیستم بسته میشه دلتا یو. کیو چنده بچه ها؟ منفی 1500 منهای دبلیو چنده؟ منفی 50-90. اول اینکه منفی 50-90 میشه مثبت 50-90، پس میشه 50-90 منهای 1500. اختلاف 5090 منهای 1500 میشه 3590. این مثال بیشتر به خاطر این آوردم که علامت‌های Q و W رو بدونی چجوریه. کجا Q مثبته، کجا Q منفیه، کجا W مثبته، کجا W منفیه. اینو تا هفته پیش گفتم، حالا یک بار دیگه اینجا باز گفتم، باز هم براتون میگم. جمع‌بندی در مورد کار بچه‌ها. کار چه زمانی علامتش مثبته؟ وقتی که کار تولیدی باشه، مثلا توربین بخار کار تولید میکنه. یا کار انبساطی باشه، مثلا مثل پیستونی که حجمش زیاد بشه، مثل اون بالونه که حجمش زیاد میشه. کار چه زمانی علامتش منفیه؟ وقتی که کار مصرفی باشه، مثل پمپ داره کار مصرف میکنه، یخچال داره کار مصرف میکنه ولی از نوع الکتریسیته. یا کار انقباضی باشه. در کار انقباضی مثلا پیستونی که حجمش کوچیک میشه، بالونی که حجمش کوچیک میشه. این کار. گرما چی؟ گرما چه زمانی علامتش رو مثبت می‌نویسیم؟ وقتی وارد سیستم بشه. چه زمانی بچه گرما علامتش منفیه؟ وقتی از سیستم خارج بشه، یا اینکه بگیم وارد محیط میشه، یعنی از سیستم وارد محیط میشه. مثلا لیوان آب اگر آب جوش باشه کیوش منفیه، چون داره از آب جوش وارد هوا میشه، یعنی از سیستم خارج میشه یا وارد هوا میشه که محیطه. ولی یه لیوان آب سرد رو اگر بذاری بیرون آروم آروم گرم میشه، اون آب سرده کیوش مثبته، یعنی گرما دریافت کرده که دماش سرد بوده، یه ذره دماش رفته بالا، پس گرما وارد سیستم شده. اگه صحبت‌های من رو فهمیدین بچه عدد 1 رو بفرستین. اینم یه جنبندی بود که هفته پیش گفتم، اینجا باز ازش استفاده کردیم در قالب یک مثال. خب برگردیم بچه‌ها به جزئیات. پس اینو متوجه شدین. این در واقع هم میخواستم یه یادآوری بکنم بر فصل قبل، این علامت مثبت منفی ها رو یاد بگیرید، همین که این یه مثال ساده راجع به این مفهومی که امروز گفتم رو یاد بگیرید. بچه‌ها قانون اول رو برای یه سیستم بسته گفتم، حالا قانون اول رو برای یک چرخه ترمودینامیکی میگم. چرخه ترمودینامیکی چی بود اگه یادتون باشه؟ اگر شما یه سیستمی داشته باشید چند تا فرایند انجام بده. فرض کنید این منحنی فشار و حجم. فرض کنید یه سیستم دارید از نقطه 1 به 2 میره، دوباره از 2 به 3 میره، بعد از 3 به 1 میره. یه همچین فرایندی. یعنی یه همچین فرایندی داره. اینجا نقطه 1،
نقطه 2 نقطه 3. بچه‌ها از 1 به 2 فرایند چیه؟ گفتیم اگه خط افق باشه در نمودار پی وی فرایند چیه؟ فرایند فشار ثابته. فشار ثابت. بچه‌ها از 2 به 3 یعنی فرایند این شکلی میره، این شکلی میره، این شکلی میره. از 2 به 3 بچه‌ها فرایند چیه؟ در نمودار پی وی خط افق یعنی فشار ثابت، خط عمود یعنی حجم ثابت. نکن مشخصه از 2 به 3 حجم ثابت بوده. این نکن این عدد بوده بچه. از 1 به 2 هم فشار ثابت بوده، این عدد بود. این الان یه فرآیند فشار ثابت بچه، این خط قرمز رنگ. و از 2 به 3 هم یک فرآیند حجم ثابت. فرآیند 3 به 1 هم حالا نه فشار ثابت نه حجم ثابت. نظری راجبش نمیدیم چون اطلاعات بیشتری راجبش نداریم. به این چند تا فرایند که از یک نقطه شروع میشه، مثلا نقطه 1 دوباره دقیقاً برمیگره به همون نقطه، میگیم یک فرایند سیکلی یا چرخه. یعنی سیستم شما به صورت یک چرخه عمل کرده. پس فرایند یا یک فرایندی که مجموع فرایندهایی که به نام یک سیکل میشناسن یا چرخه چجوری هستش؟ اگر از یک نقطه شروع بشه دوباره دقیقاً به همون نقطه برگرده، بهش میگن سیستم دچار یک سیکل شده. یه فرایندهایی که حالا میتونه مثلا اینجا 3 تا فرایند داریم، اسم 2 تاش هم میدونیم، یه فشار ثابت یه حجم ثابت. 3 به 1 اطلاعاتی نداریم، نه حجم ثابت نه فشار ثابت، چون هم حجم تغییر کرده هم فشار تغییر کرده، اسم خاصی براش نداریم. پس از 1 به 2 رفتیم، بعد 2 به 3 رفتیم، دوباره 3. اگه به همون نقطه 1 برسیم این میشه چرخه. 1 به 2 میشه فشار ثابت، 2 به 3 میشه حجم ثابت، 3 به 1 نظری راجبش نداریم چون اطلاعاتمون ناقصه. قانون اول ترمودینامیک برای این چی میشه بچه‌ها؟ مگه نگفتیم قانون اول میشه Q منهای W میشه دلتا U برای سیستم بسته. چرخه سیستم بسته است، یادتون نره. سیستم بسته است که چند تا فرآیند طی کرده. خب برای سیستم چرخه‌ای که یه سیستم بسته هستش، دلتا U بچه همیشه چیه؟ صفره. چرا دلتا U صفره؟ مگه دلتا U نمیشه انرژی انتهای فرآیند منهای انرژی درونی ابتدا؟ خب فرض کنید ما از نقطه 1 شروع کردیم، انتها انرژی 1 یعنی شروع نقطه 1 بوده. در یه چرخه مگه بر نمیگردیم به نقطه خودش؟ انتها 1 ابتدا هم 1. دقیقاً از 1 شروع کردیم دوباره به 1 رسیدیم. پس دلتا یو میشه 0. پس برای یه چرخه نقطه اول اینجا 1 می‌نویسم. نقطه اول برای یه چرخه دلتا یو 0. نقطه دوم برای یه چرخه وقتی کیو منهای دبلیو 0 باشه، پس کیو با دبلیو برابره. چون دلتا یو صفره، این صفره، یعنی اختلاف این دوتا صفره، پس این دوتا با هم برابره. ببینید بچه ها وقتی میگیم کیو برابر با دبلیو، به این معنا نیست که کیو از 1 تا 2 با دبلیو از 1 تا 2 برابره، کیو از 2 تا 3 که هم حجم بود با دبلیو از 2 تا 3 برابره. این به این معنا نیست. معناش چیه؟ معناش اینه اگه 3 تا کیو رو جمع بکنیم، یعنی فرایند 1 تا 2 به اضافه کیو 2 تا 3 به اضافه فرایند از 3 به 1، این فشار ثابت حجم ثابت سومی اسم نداشت، برابر میشه با دبلیو 1 تا 2 به اضافه دبلیو 2 تا 3 به اضافه دبلیو 3 دبلیو به اضافه دبلیو 3 تا. یعنی انگار 3 تا عدد داریم با هم جمع میشن ولی هیچ کدوم با هم برابر نیستن. مثلا به طور مثال میتونه Q 1 تا 2 2 باشه، مثلا این 5 باشه، این 7 باشه، مجموعشون میشه چند بچه؟ 14. حالا این میتونه مثلا 4 باشه، این میتونه مثلا 3 باشه، اینم میتونه 7 باشه مثلا. الان دو طرف رو جمع بکنیم بچه، دو طرف 14 ولی هیچ کدوم از اینا با هم برابر نیستن. منظورش اینه پس مجموع گرماها با مجموع کارها برابره، اما دونه دونه ممکنه با هم برابر نباشن. اگه حرف منو فهمیدین دو رو بفرستید.
خب ببینید بچه‌ها، اینجا فقط یه نکته رو بگم. بچه‌ها دقت کنید، تو این مثالی که من زدم، تو این مثالا، نه همیشه، 2 تا 3 هم حجمه. ما اصلا کار برای فرآیند 2 تا 3 نداریم. فرآیند هم حجم قبلا گفتم کار نداره. یعنی این کلا چی بچه‌ها؟ این اصلا صفر. چون فرآیند هم حجم مگر کارش نمیشه انتگرال پی دی وی. اصلا وی ثابته. وقتی وی ثابته چجوری میخوای انتگرالش بگیری؟ حجم وقتی ثابته تغییر حجم نداری که بخوای انتگرال بگیری. وقتی تو میگی انتگرال دیفرانسیل x یعنی x تغییر کرده، از این عدد تا این عدد تغییر کرده. شما تصور کن، اصلا فرض کن اونم متوجه نیستی. خب حجم مثلا فرض کنید حجمش 5 بوده، حجم انتهاش هم 5. هم حجم یعنی ابتدا و انتها یکی باشه. ابتدا و انتها یکی باشه انتگرالش اصلا صفر دیگه. بازه ها رو هم میافتن. یا یه جور دیگه، وقتی حجم ثابت باشه، این عدد ثابت باشه، این اصلا انتگرال معنا نداره. پارامتری که ثابته، اون دیفرانسیلش ثابته، انتگرال براش معنا نداره. یا باز یه جور دیگه، وقتی میگیم هم حجم یعنی حجم ابتدا با انتها برابره. حالا هر دوی عددی هم مثل 5. ابتدا انتها رو هم بیفته، این انتگرال صفر دیگه، معنا نداره. پس برای هم حجم صفر. حالا تو این مثالی که من زدم اتفاقا 2 تا 3 هم حجم بود. یعنی کلا این عبارت رو میتونید بیخیالش بشید. اگه صحبت‌های من رو بچه‌ها میفهمید لطفاً 3 رو بفرستید. این حالا پاک کنیم. پس در واقع این شکلی میگیم ما 2 تا نتیجه مهم یاد گرفتید. جمع بندی. یکی این که دلتا یو برای صفر برای یک چرخه سیستم بسته. 2 اینجوری بگم کل کار برابر با کل گرما. بچه این دایره‌ای که روی انتگرال می‌نویسم مفهومش اینه، یعنی برای یه چرخه، یعنی برای همه کارها. حالا ممکنه 3-4 تا کار داشته باشه، 3-4 تا گرما دونه دونه با هم برابر نیستن. این 2 تا مفهوم بزرگ قانون اول ترمودینامیک برای سیستم بسته که یک چرخه رو داره طی میکنه. این خیلی مهمه، یک چرخه رو وقتی داریم. درسته بچه ها؟ خب پس این نکاتم خدمتون گفتم. اسلاید 40 رو، اسلاید 41 هم خدمتون گفتم. بچه واسه امروز کافیه. اسلاید 42 رو میذاریم انشالله برای دیگه بعد عید. ما دیگه همدیگه رو نخواهیم دید بچه ها. سال خوبی براتون آرزو میکنم انشالله و امیدوارم که در صحت سلامتی باشید خودتون و خانواده محترم.